این مرد جنایتکار وارد ملک خانومی شده که نمیتونه صحبت کنه و نمیتونه بشنوه و این گربه هم متعلق به اون خانمه و وقتی که این مرد پراک دور گردن این گربه رو میبینه متوجه میشه که این گربه متعلق به اون خانومه. پس تصمیم میگیره که با کشتن این گربه این خانوم رو از اون خونه بکشه بیرون و وقتی که میاد این کار رو انجام بده این خانوم از خونه میاد بیرون و با شلیک کردن تیرکمان به شونه این مرد سعی میکنه که حواس این مرد رو پرت کنه، ولی این مرد تیر رو از شونش میکشه بیرون و این خانم رو دنبال میکنه. در عین راه یکی از این تیرها زمین میفته و این دختر تیر رو ور میداره، ولی این مرد سر میرسه و سریعا در رو میبنده و یکی از دستهای این دختر رو لای درگیر میندازه و با له کردن مداوم دست این دختر تمام انگشت‌های این دختر خانم رو میشکونه، ولی این دختر با این حال دستش رو تو میکشه و سریعا در رو میبنده.